با درود به آلمانیتا سه‌دویی های عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به این ویدیو خوش اومدید. یک درس دیگه برای زندگی روزمره. بچه هدف ما توی کانال آلمانیتا سه‌دو این هست که موقعیت های رایج در زندگی روزمره رو با همدیگه بررسی بکنیم و جملاتی رو با همدیگه کار بکنیم که شما بتونید توی این موقعیت ها آلمانی رو خیلی زیبا صحبت بکنید. این درس هم یکی از اون درس هاست. لطفاً تا پایان با من همراه باشید. نکات ابتداییمون، نفر اول اینطور میگه که Gestern waren im Supermarkt die Avocados im Angebot. دیروز توی سوپرمارکت آووکادوها تخفیف خورده بودن، فروش ویژه بودن. بچه وقتی میگیم که etwas ist im Angebot یعنی تخفیف خورده، فروش ویژه هستش. im Angebot sein و im Supermarkt در سوپرمارکت. یه نکته تلفظ بچه توی زندگی روزمره واقعا وقتی که داریم با ریتم معمولی صحبت میکنیم اشوا رو بر میداریم و وان خونده میشه. وان. Gestern waren im Supermarkt die Avocados im Angebot. دیروز توی سوپرمارکت آووکادوها فروش ویژه بودن. وان. بچه ها حواستون باشه. Gestern waren im Supermarkt die Avocados im Angebot. و نفر دوم اینجا اینطور میگه که Ja, ich weiß. آره میدونم. Ich habe gleich 5 Kilo gekauft. من فوراً بیدرنگ 5 کیلو ازش خریدم. بچه gleich فوراً سریع بیدرنگ. Bei so einem guten Preis fackel ich nicht lang. با همچین قیمت مناسبی من خیلی کشش نمیدم، یعنی خیلی معطلش نمی کنم، تردید نمی کنم. بچه nicht lang fackeln یعنی اینکه شما زیاد راجع به چیزی فکر نکنید و سریع تصمیم بگیرید. Bei so einem guten Preis fackel ich nicht lang. Bei so einem guten Angebot fackel ich nicht lang. با همچین پیشنهاد خوبی من تردید نمی کنم، کشش نمیدم، خیلی راجبش فکر نمی کنم. بچه وقتی که شما سریع یه چیزی رو میپذیرید، قبولش میکنید، در واقع میتونیم از فعل zugreifen استفاده کنیم. Bei so einem guten Preis werde ich sofort zugreifen. Werde ich sofort zugreifen. همچین قیمت مناسبی رو که من ببینم سریع میزنم تو گوشش. همچین حس و حالی داره بچه ها. zugreifen. سریع توی فارسی همچین چیزی میگیم. پس بچه از فعل zugreifen هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی شما یک پیشنهادی رو، یک چیزی رو سریع میپذیرید. Bei so einem guten Preis werde ich sofort zugreifen. حالا میتونیم اینطور هم بگیم ohne zögern. بدون معطلی. و یا ohne langes überlegen. بدون اینکه بخوام خیلی راجع بهش فکر بکنم. میتونیم حالت فعلی هم استفاده کنیم. ohne zu zögern. با همون معنا. بدون اینکه بخوام تردیدی بکنم. بچه zögern یعنی تردید کردن. مثلا sie hat einen Moment mit ihrer Antwort gezögert. اون یه لحظه توی جوابش تردید کرد. یعنی یه لحظه انگاری مکث کرد بعد جواب داد. Sie hat einen Moment mit بچه mit ihrer Antwort. mit etwas zögern شما در یک چیزی تردید بکنید. حالا در یک جوابی باشه، میخواید به کسی پاسخی بدید یا مثلا موافقتتون رو اعلام بکنید. Sie hat einen Moment mit ihrer Zustimmung gezögert. او توی اعلام موافقتش یک لحظه تردید کرد. با حرف اضافه mit میاریم فعل zögern رو. mit etwas zögern در چیزی تردید کردن. پس گفتیم میشه به حالت فعلی هم آورد ohne zu zögern و یا ohne zu überlegen. ohne zu überlegen. ohne zu überlegen بدون فکر کردن زیاد. بچه حواستون هم باشه که überlegen یک فعل جدا نشونده است. برای همین ما zu رو جدا آوردیم و نگفتیم ohne überzulegen. überlegen یه فعل جدا نشونده است. استرس هم قسمت دومش روی legen هست.
نکات بعدیمون یک شخصی اینطور میپرسه که Ich habe gehört، من شنیدم که dass du bald nach Deutschland auswanderst. Stimmt das؟ که تو به همین زودیا، بچه bald یعنی خیلی طول نخواهد کشید که به آلمان مهاجرت میکنی. این درسته؟ بچه فعلمون auswandern هست که قطعا میدونید یعنی مهاجرت کردن. nach irgendwo auswandern به جایی در واقع مهاجرت کردن هست. nach Deutschland به آلمان. Ich habe gehört, dass du bald nach Deutschland auswanderst. Stimmt das؟ آیا این حرف درسته؟ Stimmt das؟ و او هم اینطور جواب میده. Ja، آره درسته. Vor einem halben Jahr، 6 ماه پیش، habe ich von dort ein Jobangebot bekommen. 6 ماه پیش من از اونجا یه پیشنهاد کاری دریافت کردم. بچه ein Jobangebot bekommen، یک پیشنهاد کاری دریافت کردن. Jobangebot پیشنهاد کاری که آرتیکلش هم das هست. و در ادامه اینطور میگه Ich habe nicht lang gefackelt und es sofort angenommen. من خیلی معطلش نکردم و اون پیشنهاد رو قبول کردم. دوباره از نکتمون استفاده کردیم بچه ها. nicht lang fackeln یعنی اینکه خیلی تردید نکنید، کشش ندید، بدون معطلی. Ich habe nicht lang gefackelt und es sofort angenommen. بچه ها من گفتم ich hab. میتونید به جای habe توی تلفظ سریعتر اشوا رو بردارید و بگید hab. Ich habe nicht lang gefackelt und es sofort angenommen. und es. بچه ها und هم دش رو از انتها میتونید بردارید. و او هم اینطور جواب میده که wow, das ist mutig. wann ziehst du um؟ واو چه در واقع چقدر شجاعانه. بچه mutig میشه گفت شجاعانه، اینکه تردیدی نکردی و قبول کردی فوراً. wann ziehst du um؟ کی نقل مکان میکنی؟ کی میری؟ umziehen بچه نقل مکان کردن، اسباب کشی کردن. و در جواب این رو میشنوه که Ich muss zuerst noch auf das Ergebnis der Prüfung B2 warten. من ابتدا باید منتظر در واقع نتیجه آزمون B2 باشم. auf etwas warten منتظر چیزی بودن بچه ها که بعد از auf آکوزاتیو میکنیم. auf das Ergebnis der Prüfung B2 منتظر نتیجه آزمون B2. aber dann kann's losgehen. اما بعدش دیگه میتونم شروع بکنم به انجام کارهای مهاجرت هم بچه. aber dann kann's losgehen. خب درس امروز هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه بچه ها. اگر اینطور بوده لطفاً حمایت از این مجموعه آموزشی رو فراموش نکنید. لایک کردن درس ها، کامنت گذاشتن، دیدن درس ها تا انتها، بازگشتن به کانال در واقع برای دوستانی که سابسکرایب کردن وارد صفحه اصلی کانال بشید و باقی درس ها رو هم تماشا بکنید که همگی برای زندگی روزمره هستن و میتونه شما رو یک قدم به هدفتون یعنی آلمانی تا C2 بچه ها نزدیکتر بکنه. و دوستانی هم که تمایل دارن و همچنین شرایطش رو دارن میتونن با استفاده از سوپر تانکس، آیکونی که کنار نوار کامنت میبینن، از این مجموعه آموزشی حمایت مالی هم داشته باشن تا بتونیم با قدرت و تمرکز بیشتری این مسیر رو ادامه بدیم و به هدف مشترکمون برسیم. و تعدادی از دوستان گفته بودن که در واقع این سوال رو پرسیده بودن که میتونن ببینن این صدا متعلق به کی هستش. بله چرا که نه. البته خب آموزش ما به شکلی هستش که بچه‌ها شما فقط صدای من رو میشنوید، چون میخوام که تمرکز شما روی این محتوا، روی درسامون بیشتر بشه. خیلی ممنونم. تا درس بعدی و نکات بعدی، بدرود.